وقتتون بخیر. میخوایم بپردازیم به اخبار مهاجرت در ماه مارچ سال 2025. ببینیم در ماه مارچ چه اتفاقاتی در اداره مهاجرت کانادا رخ داد. اول از همه خبر مهم و خبر اول این که LMIA قبلا 50 امتیاز داشت، امتیازش برداشته شد و عزیزانی که در سیستم اکسپرس انتری میتونستند با داشتن LMIA و کلوز ورک پرمیت 50 امتیاز بگیرن دیگه شامل این امتیاز نمیشن. اما بریم خبر مهم دوم. خبر دوم خبر از گذاشتن کنار مارک میلر و روی کار اومدن خانم ریچل ونداین هست. خب این خانم خیلی سابقه کار در اداره مهاجرت و اصلا در پروسه مهاجرتی نداره، اما پیش بینی میشه روند انتخاب شدن این خانم بر پروسه مهاجرت که شرایط فعلی رو حفظ بکنه و یه خورده اون رو افیشنتر یعنی کارآمدتر بکنه، سیاست هایی که قبلا وجود داشته رو بهتر براش برنامه ریزی و پای ریزی بکنه و بتونه در واقع برنامه های قبلی رو هم حفظ بکنه. خبر بعدی خبر خیلی خوبی نیست، خبر سوممون هست. آمار بی سابقه ریجکشن ویزاها رو در سال 2024 داشتیم. متاسفانه بی سابقه ترین آمار رد شدن ویزاهای توریستی، کاری و تحصیلی در این سال در واقع در سال گذشته 2024 بودش که آمار اون در ماه مارچ بیرون اومد. من خیلی جزئیات درصد دقیق آمار رو ندارم، ولی فقط برای ویزاهای توریستی میدونم 54% در واقع ویزاهای توریستی ریجکت شده بودن. خب این در واقع برمیگرده به همون سیاست هایی که قبلا در موردش امسال صحبت شد. یکی از اونها این بودش که temporary resident ها یعنی کسانی که با ویزاهای موقت توریستی، کاری، تحصیلی میخوان وارد بشن، جمعیت اینا رو در واقع به یک تعادلی برسونن، کمتر بکنن، کاهش بدن که خب مسلما اولین قدمشون اینه که خیلی اجازه ورود به این افرادی که درخواست میدن ندن و خیلی از ویزاها خب ریجکت میشه. خبر چهارم در مورد روی کار اومدن آقای کارنی هستش. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. پیش بینی میشه که این روند مهاجرتی که آقای کارنی پیش رو داره دوباره همون تمپورری در واقع ورکرها رو کاهش میده و سعیش بر اینه که همچنان کسانی که داخل خاک کانادا هستند رو بیشتر سر و سامون بده. اما نکته‌ای که وجود داره یه سری کشمکش‌های این روزها بین کشور کانادا و آمریکا وجود داره و احتمالاً از لحاظ اقتصادی برای اینکه بتونه شرایط کانادا را استیبل تر یعنی فیکس تر نگه داره، ثبات بیشتری داشته باشه، به احتمال زیاد ورود دانشجویان بین المللی و دانش آموزان بین المللی رو یه خورده‌ای یه تجدید نظری توشون میکنه. احتمالاً نه اینکه بیشتر بکنه ولی احتمالاً کسانی که حالا چند بار ریجکت میشن و شانس این رو داشته باشن که دوباره اپلای بکنن و مصمم باشن و بتونن قبولی بگیرن. منتها کسانی که در دانشگاه‌های خوب پذیرش میگیرن، کسانی که شرایط خوبی دارن یعنی رزومه قوی دارن، به احتمال زیاد با سیاست‌های جدید اداره مهاجرت شانس بیشتری دارن برای قبول شدن. و خب شرایط اقتصادی کانادا از اونجایی که قراره بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه، احتمالاً یکی از رویکردهای اون توی اداره مهاجرت هستش که کم کم داریم میبینیم این شرایط رو. به هر حال قراره وزیر اداره مهاجرت زیرساخت‌های مهاجرتی رو بهتر بکنه. از اونجایی که بحران مسکن هم توی کانادا خیلی زیاد هست، به احتمال اون مدلی که قبلا وارد میکرد دانشجوها رو دیگه وارد نکنن و کسانی رو وارد بکنن که واقعا از لحاظ علمی، از لحاظ آکادمیک قوی هستن و دانشگاهی خوب پذیرش دارن. خبر بعدی در مورد چند تا در واقع بازگشایی روش‌های مهاجرت روستایی یا رورال ایمیگریشن هستش که
باز دوباره قرار جمعیت کانادا رو از شهرهای بزرگتر پخش بکنن به این شهرها و مناطق روستایی. برای همین یک سری روش‌ها رو در این مناطق گذاشتن که هم جمعیت پخش بشه و به اون مناطق بره، هم کسب و کار اون مناطق رونق بگیره و هم از این طریق بتونن افراد بیشتر در این مناطق شروع به کار بکنن و بازار اونجا رونق بگیره. پس حواستون به روش‌های ریجینال باشه که بازگشایی شده، بعضیاش داره آپدیت میشه و به زودی زود هم این کارفرماهایی که در این مناطق الیجیبل هستن لیستشون میاد بیرون. و اما در ماه مارچ یک سری اتفاقات در سیستم اکسپرس انتری افتاد که خبر آخر ما هست و اون هم قرار گرفتن دسته‌بندی آموزش یا همون ایژوکیشن در سیستم اکسپرس انتری هست. کسانی که در حوزه آموزش و ایژوکیشن کار میکنن مثل معلمان مهد کودک، دبیرستان، راهنمایی دبستان، کسانی که با بچه‌های اسپشیال نیدز دیسابیلیتی کار میکنن و سابقه کار دارن میتونن در سیستم اکسپرس انتری شانس درا شدن داشته باشن و از این طریق پیار بگیرن. منتها شرایط اکسپرس انتری رو قبلا توضیح دادیم، خودش شرایطی داره، فقط این کاتگورایز دراها کمک میکنه افراد با امتیاز حالا کمتری درا بشن.